شما لباساتون رو پوشید اینجا بیاید. شهرزاد رقیبش یافت دو شکل. شما یک نظریگار هستید. این بچه حساری و پهلوان واحد ایرانی جای خالی داری که دلاور صدر بیکار است که شما شاید برای که در شاید برای کنی آقا جون برادر شما بفرما بذارید. یک توفه که هست اونجا بچه های تاجیک و ایرانی عبدالله لایقزاده از تاجیکستان ناحیه رشت و رقیب برادر ارجمند از کشور ایران است. برمن آغلو با عمر گوشتین گرفته ایستاده است. محیدین و ابراهیم از نورآباد. همین ترتیب یک دو سه چهار جفت بچه های ارزنده در میدان. تشکر به همه اینا. سپاس. حالا بعد این جفت باز پهلوان شهر حصار از تاجیکستان و مهمان ارجمند ایرانی واقعا نام شما که آقایون محسن جان خوش آمدید. یک مهمان ایرانی به خارج از نورآباد برمیگردد. اکنون نوبتی دیگر است. خب نوبتی محسن جان خلعت برادر ارجمند به محسن دهید. آقای برمناغلو قهرمان جهان انا با عمر گوشتی گرفته ایستاده است. دمی کلانکار گرفتن اینجا بسیار شد مردم. خب محترم رئیس اشاره کردن که خالی نه از مکافات این گیرد و بر عوض خالی یک تلویزیونی ارزش 5000 سامانی داشته را برای قدرشناسی قهرمان جهان از ایران گذارید. اگه مردم چیکار میکنن؟ مردم رئیس محترم ایران قبول کرده کفگوبی رو زیادتر میکنن. اما کار این بالای این شد اور این عمل کار است میگن 140,000 سامانی مکافاتی عالی میدان نورآباد. کسی که زحمت